این مجاهدین قرار داریم امروز صحبت کنیم که اسمشان چی است، از کدام ولایت هستند و اینجا به خاطر چی یا مستقر هستند. برادر مانده نباشه، اسم چی است؟ خوب هستی بخیر. اسم ما مصطفی دلسوزه. مصطفی دلسوز. مصطفی دلسوز. نه مصطفی و تخلصی دلسوز. از کدام ولایت هستی مصطفی؟ از ولایت قطعات هلمند. از هلمند آمدی؟ اینجا برای چی آمدی؟ اینجا چی میکنی؟ اونجا آمدیم امیر صاحب من گفتم میگم مثلا اینجا حفاظت بکن قبر امیر صاحب. کسی مثلا با تلویزیونات چیزی کنه نشرات میکنه نی دروغ میگه. این قوامت خودش دیدی جور بوده. 24 ساعته ما اینجا دو تا پیردار دارم. 24 ساعته هیچ کس ان شاء الله مشکل نیه. یعنی اجازه نمیدین کسی به قبر اجازه هیچ کس نمیدم که مثلا داخل برفته. قول فردت دروازه قلب به دست گلی ما است. مسئولیت هم همینجا رحمانی صاحب است. پس کازی نبوده خودش میتونه که چه کار بکنم. بچه رحمانی صاحب هستیم. بچه حاج رحمانی است. یک از قماندانا باشه دیگه. آفرین. انا چه کلا مثلا دروای کرباشی کتای والکنش کتای مثلا همه جای کاست حفاظت میکنه. کل مسئول اج رحمانیه. خب میفهمی که این مقبره از کی است؟ از احمد شاه مسعود. درباره احمد شاه مسعود میفهمی کی بود؟ میفهمم اشتنا میفهمم. کی بود؟ غازی افغانستان بوده. آفرین. یک مرد افغانستان بوده، یک شیر بوده. آفرین. به کسی اجازه نمیدی که بخواد. نمیشه. هیچ کسی اجازه نمیداره. دون داره مثلا کفیان مرا آمده مرا یک دفعه امر کرده که مثلا هدایت دادم میگو برای قبر مثلا حفاظت بکو. بعض اجازه به فیرم نمیتن که مثلا اینجا آمده به کسی غرض. با خاطر از اینجا استاد هستم. که مثلا محافظت میکنن که کسی از این فکاوی هم میکنه، کسی درناوی هم داره، بازی احترام هم داده. این مردمی که اگه بخواین بیاین دعا بکنن برشون اجازه میتین؟ نه مردم ملکی میدم خونج استاد باشه مثلا همین سال چیزا که هستن فهمیدی؟ سال دروازه نزدیک نیمونیم. نه نزدیک هم میخوایم که مثلا آسیشا ببینیم مشکل نیه. داخل اجازه نمیدم به کسی. بسیار تشکر.